اپای چروس ایجا برادر استانای بردار Assalomu alaykum. ایشالله نوبت خطی اومده استیم ایشتو ایاگ لاو بگیم که همه تونا نوبتتون میرسه اپای چروس بفرمون. Assalomu alaykum bor edigan. Hozir tinchlik salomatdan xubar. تشکر. همه اسدالله در چیزی گفتنی نشون. اسدالله تو همینجا هستی؟ تو مرا میشنوی؟ بله بله. کشورو تا کشا که آبا چت. رای تا بکشو. بکشورو تا. یا زنگ روش کشو داگی تم مردک میگوی بو. بابا. رای تا نمیکشوی؟ نفهمدم. گپ تشمیده سم گپ زد. برادر گوش کنید. ما اگه قسم ترسم من میتونم قواعد موندم که اگه قسم ترسم شمی ترسم دارو با فهمیدم که همه چیزا نویسه همه چیزا نویسه فهمیدم آزتا نکن تا فاتر کنید ترسمو خورمات هسته زن قبیله دیگه تاجیکستان خورمات نمیکنم میدونم هم تا فاتر بکنید هم تا خورمات بودید هم تا از ما شدم از زن تولش شده هم تا خورمات بکنید نخوید در کار نیسته چاپلوسی کردن لیچیدن از در کار نیسته لیچیدن همین کار شما در کار نیسته جوشی پاس اصلا کن برای چی همین قد می لیچید برای چی امامال همین می ارزد همین پاپک می ارزد همین قد طرفدار میکنی اینه نمی ارزد با فکرم برای چی سوید نیسته افغانستان میگوید افغانستان به پسیت سوید هسته حجاب میپاشد رنگ مسلمان میگردن تاجیکستان چی مکتبا شهرها همه جا کلولوش مکتب میرود یک یوبکا کتی یک فوتبالکا کتی همه جاش میتواد همین مسلمان است مسجد داره محکم کدرته همین مسلمان است افغانستان به نه افغانستان همه جاش محکم است مسلمان حجاب دارن رنگ مسلمان تاجیکستان به خط است همین چیز کدام چطور محکم کدام لبای رایان با مچتاشون محکم کردگی رقص بازی فقط دیگه هیچی اپاچون اگر خوی که اسلام گفت اول خود سر منگل تا با اسلام اونان که باید گفت حق نداره تو گفت نه اسلام دموکراتی من کنی لیچ نیستم من شکرانه الله همه جا محکم است همه جا محکم است شکرانه الله میکنم گپ تا گوگ مارکت من فوتبال کای تران کتی کنو اپاچو من یوبکا کتی نبرم دیگه من پرستوت که نیستم برای همون اپاچون اپاچون گپ گوش کیا مایدا نمایدا گپ گوش که وقتی که اسلام گپ زدی ساتر فرض است تو باید اول تاجیکستان میمونه مسلمانی تا اسلام تو بعد اسلام گپ زد فهمیدی شکرانه مسلمانی تا اسلام یک دقیقه من کلومیت نبرم اینجا یک دقیقه بس یک دقیقه امیر روز یک قصه گوش کرده بسا که کیای وقت بده فقط گم بزنم و چی گم نمیزنیم بابا که بابا که من میبرم من قطعی چی ای اما تختا کام تختار مات کام تخت توقعات کیجا توقعات حضرت الله گوش کن توقعی وابشه کاغاب دیسته بابا مادر گفته افغان نگم من تو را حقارت نکردم من تو را حقارت نکردم حقارت حالتو نشنیدی انی من حقارت نکنم باش میشنوی فهمیدی؟ پروگرامات میسوزه حقارت کنه فقط لیچیدنه کنه لیچیدن همین چند لیچیده بس نمی تازه نشد کنه تازه نشد چرا نمیدونم رو همین لیچیده تا چوخه که تازه کنه مادر شایطان همین که تو گذاروندی امامالی تو ولیت رو همین میلیسی تازه میکنه گوخش شد همین که چیز ماند همی تو فهمیدی؟ همین که گذاروندی تو گرفت دوخ نکرد هنه که نگریزد
دوخ نکرد خطیه زنه گپ زنه همه زور شما دم چمدان گرفت رفت رنگ همون دختر که خونه شوهرش قهر میکنم ترش گرفت رفت. اصلا میبخشیده پروستا عصبم ویران شد همه چی میگن پیش میکند پیش به نمی ارزد حلقه پیش کن تو را حرمت بکند زور کردی همین عجل حلقه پیش نمیکند گنده کاری زورش کردی. بگو که من رمولا کشیدم تو که شما امام علی ها رمول کنین بشینین پینهان شده در خونه ما مرده گوری در روسیه کار کنی اومده گیم ما مردانه رمول کشیده در روسیه کار میکنیم رستم امام علی دامادای امام علی رمول کرده بشینن در اونجا ما پول روی کنیم اشاتی ما بوجه بخرن خوره بازی بگو ما روسیه اومدگی زنها مرد چیدگی در اونجا شیشتگی و زن شیدگی هستن خلاص برای چی رمول گرفتی اتویتش همی هست جوابش. اکه جان یک سوال دارم همین مردکا به همین مردکا را فوتبال کش کشیده گرفتیم شیمش کشیده گرفتیم کپکش شبکش یگان چیزش نماد یک چیزش موند همین زوری ما نمیرسد زور ما میرسد همینش کشیده میگرفتیم خوی یگان چیزه همین چیزش موند بخشش کن با خدا شده حساب بکنه که مرد هست مرد باشین میکرده که کارتان که شما را مرد حساب میکنید مرد باشید میکرده که کارتان که مخوان مرد حساب میکنید دیگه یکان چیز شما نماند همین در کار نیسته اکن برامده گفتن و اتاک یکان چیز شما نماند زنه که همه کشیده گرفت وجود سیاه وجود بای داده نه مردو زنه که وجود پیش برامد وجود مرد بوده که تانه میکرده که کارتان که مرد حساب کنید التماس کن دموکرات وجود دموکرات کرده همه چیزا وجود بای دادین مردکا وجود بای دادین اخی وجود برای اینو وجود امی تپا که گیریم پرت هایین مهم مرد حساب بکنیم اخی کم طرف آزاد نفس بگیریم وجود بساس کن مرغ میگد امی مرغ بیچاره هم حاضر تاجیکستان به جلوه دارن که برای چی حکومت دارن این تپک مرغ میگوید ما حلال هستیم که میگن این حکومت داره حرام است خوب گفتن در کار میگن حاضر تخم کردن به ما تخم قیمت شده یاخی یک تخم 2 تومن شده وجود بسر کن کامر یک کلا 3 تومن شده وجود تاکی بله شما مرد شهر نر هستیم شهر نر باشین بخیزین اخی بخیزین اوجی باساس اکن بخیزین ای خلق ای مردم بخیزین اوجی باس اکن همین قد شرمنده کردین تاجیکستان چپا کردین اپا چروز پروستا شاو در شاو خوشون رنگی شیر وره خراق میکشن امرا میگن که مو شیر نره مامه خراق میکشه امو شیر خراس میکنه کو این مردم ما در شاو خوش شیری نرن فقط شاو دمی خراستی زور میکشن رنگی شیر وره روزانه و تاری کار نمیکنن کار شاوشون روز تکرار نمیکنن روزانه میترسد در خلق میبینه داخل میکنه که کارشانه نه برای هم میگن که شری نر میگن اینو رو برای هم میگن شری نر هم شاو خوده رنگی شر وره خراس میکشن یا شره روزانه نه فقط شبانه شری نره روزانه نیست اگر خنک هم باشه شری نره زنشم خورمت میکند و حال نیمه خدا میداند وجود بنرده که خورمتش هم نمیکند همین مرد کوره زنکار همین قطعت بزد اکن زنکار بالا برامد بنرده که همین مرد کار زن پیش میکنه برای دهشه گفته همین اجماند خلاص طلاق زنکو میتنه وزیر بنرده که همه خیل میشد وجود مرد کار وجود همه جا وجود پس زده سه خودشونه برای همون وجود بساس کن مردکا بخیزین اخی کمتر همین تپه که بریم دفت کنین کمتر آزاده نفس گیریم کمتر ارد ارزان در کاره کار در کاره تاجیکستان با کمتر سوید در کاره دیگه چیزا در کاره همه چی قیمت شد درگی جا نگاه کنید پمیدار همین درجهش میشه تاجیکستان با همین بادرنگ درجه نمیشد اوجی بساس کن درجه نه رقص بازی اوجی بساس مردکا برامده رقص بازی کده است اوجی بساس کن
ته زنکا رقص بازی میکرد از زنکا مردکا بگذاشت اوجی بسا تا کن کم در آره نامه دارین نلی ندارین اول زنکا رقص میکردن مردکا تانه میزدن که این زنک رقصه است گفته وزی خیلی رقص کردید نه بشخی میگم خواست خودشان رقص کرده زنکا مان داشته ورکا پای که چروز من دیگر خود تایگون گب ندارم دی زوادیتی که خود چی دی پول نیام زنجیر پنجیر کندی پارت افتی با او ترس دیره اخراف دیگه و حیاتی دور نمیدره با فکرم زایی افیر اوجی دیدم آخد اکنون نمی برویا نمی آواز مرا میشنوان اکنون نمی داره با فکرم اما اومدی دب خودت بیا پای چروزم جوش دم در اومد بیا ما گلیون میکنم قطیشم یک مایلاش شکل یگون گفتن دارین در باره خدا باشه خداوند نگهدار باشه اتاپلنیو همین اوای گرم مثال گیریم همین ولایت سوق مثال همه شهر نویت دهات همه جا داشت این چیزا وقتی سالوی ما اومدیم این چیزا کار میکنیم نه که استای بین رفت همین را برقرار نکردن سبب چی بود که همین را برقرار نکرد حکومت برای همین بگیم این هم اتاق بگیریم یک بیزنسی زور است اگر پول کار کردن دگویی مثال همین اتاپلنیوز اروپایی که من قرار دارم همه همین چسنی کمپانی ها هستن مثال همون ولایت ناحیه ها را تقسیم کرده گرفتگیان میسازن آبی گرم میتن ماهانه مثال از خونه فلان پولی از سر هم بطاره چیزو شوچیک دارن از شوچیک میگیرن پول بگیم خیلی یک مبلغ خوبم کار میکنن نمیدونم که با گاز ایرا گرم کنن با کمر یا با سویتیش نمیدونم از کجا گرم میکنن میتیان که بگیم که یک بیزنسی خوب است همین میشید که همین چیزا برای مردم آماده کنن یک انسان را شرایط بتن انسان ساز کنه و ماهانه پول گیره کمر از دولت بخره با مردم آبی گرم کرده بته مردم پول بگیره هم خودش در پول مونه هم چند قدر آدم کچیگر کار میکرد در اونجا مثال اتاپلنیو در کار میکردن این انسان ها چند قدر آدم و اویلینگ میگرفتن و نالاگ میدادن همه یک سیستم ای بود که شاید یک 10,000 آدم یا 1,500 آدم جای کار پیدا میکرد از همین اتاپلنی مثال تابستان تعمیر میکردن تیار میکردن زمستان در سر میکردن 1,500 آدم میتونست که جای کار پیدا کنه در روسیه کوچه نرو همین چی شد که چی سبب شد که امام علی رحمان برای چی تصمیم گرفت که باید کلا نباشه مردم در آبی گرم و سوید نباشه سبب چی باشه از نگاه شما چی باید مردم خاموش سببش یک مردم ما را همه ترسان کرده که یگان که طلب بکند اگر عقبش یگان حلق همسایه نمی براید برای همان یکمش دویمش حکومت ما کار کردن نمی داند چخیل کار بکند چخیل کار تمام بکند حلق این نمی داند سویت کتی هم بکند می شود سویت کتی هم بکند می شود روسیه به همین جبه بسیار جوشاند گاز آمدن نمیتوند آمدن نمیتونسته که جوش هم هسته سویت کتی آب گرم اچوچک هسته آب خنک اچوچک هسته همش اچوچک هسته چقدر آدم کار کده استه نمیموند میشد خودشان نمیکند حکومت نمیکند حکومت ترسانده است حلقه همه خیلی غلام کرد یک کس میخیزد دویمش میبره محکم میکند دویمش میترسد یا همسایه این کاره میبیند و میگه اینش برد میگه این بیچاره جنایتگر بوده این جنایتگر نمیشد این بیچاره حق خودش دفاع کرده برای همون اینا خلق ما میترسد همجم نیست یک دیگر فهمی نیست خلق ما برای همون یکمش تپتک عیب داره خلق هم خیلی گناهکار کرد تروریست میگه رومال بکشه حجاب بکشه این بیچاره تروریست شود یگان مسجد رود اگر این تروریست شود یگان چیز بشنود همین قرآن بخواند این بیچاره تروریست شود نماز بخواند تروریست شود چی ما یگان چی ما نماز همه ترمخانه همین محکم شده که پول شد ترمخانه نو کشاده است میگه اکنش خلق چیکار میکند میبره محکم کرده یک نه ترسان کرده گه برای ما خلق میخیزد خیسته نمیتونه میترسد ترسی بالاتره حاضرش برای همون
کمتر بیدار کردن در کار که همجم شود، طول که همجم شود بخیزد یا همه چی خوب شود. برای چی نمیشه؟ میشود. دست خونا با همش دست خونا با من حرکت کردن در کار. خداوند هم ترک میتهد که حرکت میکند، این نه حرکت نکرد که جد میکشن میگرانش. هر حرکت کردن در کار، جمع شدن در کار. من خلق موش حرکت کردن در کار پریود فقط همین چیز موند، خلاص یگان چیز دیگه نمونده. هر بخیزن حرکت کنید. تپک تاکه همین گوام بسیار شواده تپک بکنیم، تپک بخریم، خیزیم بخریم، بیشی بسای در کار نیستای. اصل 21 یا خی یک نجات دهنده مردم تاجیکستان ما در زمستان یکی از نجات دهنده هاش همین تپک است. اگر که همین گو نمیبود مردم خیلی استرادت میکردن. امروز از گو مینولن انسان ها نیکی بگیم خیلی یک نه برادر عظیمی هم از یک منطقه است که اگر جا گو نمیبود اگر عظیمی هم در مایدکیش خنک میخورد. این بودگی جا پیاد چکا کنیم همه خیلی یاد داده گه اخویم این تپک آمد 30 سال داره همه خیلی کرد اخویم چکارش کنیم. تشکر زیاد در پای چراز تو که در فکر 30 سال شد. انشالله فکر نظر دیگر رو هم بفهمیم. تشکر پای چراز برای برآمدتون. اومد با بیاین نو بچه اومد اگر سلامت باشین. خیر اکا جان در پناه خدا باشن، خداوند نگهبان شود. میبخشید تصویرم خیلی کمتر هستم. سلامت باشین. خدا نگهبان شما.